پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند انسان در قیامت با کسی حشر می شود که با او محبت داشته است. حدیث متفق علیه. واقعا همنشینی و همراه بودن در حیات انسان نقش سرنوشت سازی دارد. یعنی انسان از همنشین خود متأثر می شود و خصلت‌های خوب یا بد او را به خود می گیرد. چطور که بزرگان می فرمایند با ماه شینی ماه شوی، با دیگ شینی سیاه شوی. از همین جهت است که خداوند در آیت 119 سوره توبه به ما دستور داد تا با انسانهای نیک و صالح و راستگو و راستکار همنشین باشیم تا خصلت‌های خوب آنها به ما تأثیر نماید و ما هم به مثل آنها نیکوکار و صالح شویم. یکی از خصلت‌های جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم این بود که همراه کمبغلان و بیچارگان می نشست و از احوال آنها جویا شده از آنها دلجویی می کرد و پیروانش را نیز به همنشینی با کمبغلان و بیچارگان تشویق می کرد. زیرا همنشینی با کمبغلان و بیچارگان به خاطر دلجویی آنها و انسان درس تواضع و فروتنی می آموزد، چطوره که از همنشینی با ظالمان و متکبران در انسان احساس کبر و غرور به وجود می آید. برادران و خواهران عزیز، با انسانهای نیک و صالح دوستی نموده با آنها رفت و آمد نمایید و از دوستان بد و بیراه و بد اخلاق و بی حیا دور باشید. متن عربی حدیث چنین است: عن ابي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.